خبر مرگ بختیار داداخانوف 33 ساله و همسر و 2 پسر 8 و 12 سالش روز 6 مارس به نزدیکانش رسانیده شد. این خانواده صاحبکار در شهر مدینه کشور عربستان سعودی به هلاکت رسیدند. این صاحبکار همراه خانواده‌اش برای ادای مراسم حج عمره به عربستان رفتند. در این خانه در منزل منظورخان داداخانوف سابق رهبر مطبعه شرق آزاد ماتم است. درست قبل فرزند کلین و 2 نبیره او در شهر مدینه عربستان سعودی به طور مرموز جان باختند. از دیروز به این طرف دوستان و نزدیکان برای اظهار همدردی به منزل منظورخان داداخانوف آمدند. پیوندان میگن فعلا نمیدونند که به سر نزدیکان آنها در عربستان چی آمده است. اهل محله مهرآباد شهر دوشنبه میگن از حادثه به سر نزدیکان منظورخان داداخانوف آمده بسیار غمگین هستند. یکی از اویله‌های نمونوی خیلی اویله‌ها کم به نظر میرسد. خیلی بختیار جان هم خیلی بچه با تربیه هم خیلی با آداب سرش خام خیلی فرزند خیلی با تربیه ما در محله دیدگی نیستیم. ده همه جشن مراسم ها ده همه همین باور کنید همین یاردم یتیمان و چیون و همه با دستش میرسید. خودی منظورخان داداخانوف و همسر او نتوانستند در این باره با ما صحبت کنند چون گفتند دردشان خیلی وزنین است. درباره بختیار داداخانوف میگویند که او یک صاحبکار و در تاجیکستان به تجارت مشغول بود. در عربستان سعودی هم شریکان تجارتی داشته است و در سالهای مختلف با تجارت اتریات و تلفن‌های موبیلی مشغول بود. در میان خویش و تبار فرضیه‌های مختلف درباره سبب مرگ افراد این خانواده وجود دارد. زرابالدین قاسمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی در یک تماس کتبی از شهر ریاض گفت حادثه مرگ خانواده صاحبکار تاجیک مورد تحقیق ساختارهای دخلدار عربستان سعودی قرار دارد و بعد انجام تشخیص طبی سبب مرگ آنها معلوم خواهد شد.